سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان. آرمان هستم با یک ویدیو آموزشی از تئوری امواج الیوت. امروز میخوایم در مورد نسبت امواج صحبت کنیم. در ویدیو قبلی در مورد قوانین امواج الیوت صحبت کردیم و اینکه رالف نلسون الیوت چه کارهایی انجام داده برای توسعه امواج الیوت و الان میخوایم در مورد نسبت امواج الیوت صحبت کنیم. یکی از امواجی که خیلی خیلی باید بهش توجه داشته باشیم موج دوه. موج دو باید یک سری قوانینی برای خودمون وضع کنیم، یک سری نسبت‌هایی تو دفترچه یادداشت خودمون، تو ژورنال خودمون داشته باشیم که بتونیم روی چارت پیاده کنیم و بتونیم گین‌های صعودی و نزولی خودمون رو بگیریم. یعنی اگر من قوانین برای خودم وضع نکنم قطع یقین به مشکل برخورد خواهم کرد. یعنی امواج الیوت باید یک سری نسبت‌هایی رو به قولن رعایت کنی تا بتونی امواج الیوت رو به صورت دقیق به قولن شکار کنی. خب موج دو عمدتاً اومدیم در مورد نسبت امواج، در مورد موج دو گفتیم اگر بخواد حرکت داشته باشه بهش میگن یکی از بیقانون ترین امواجیه که توی مارکت ما میتونیم باشیم. چرا میگیم بیقانون ترین؟ چون میتونه تا فیبوی بخولن 87، میتونه تا فیبوی نیم، میتونه تا فیبوی 61 حرکت داشته باشه. اما برای این که من بیام تو دفتر خودم یک نسبتی رو بخولم برای موج دو تعریف کنم میگم فیبوی 61. خب اگر موج دوی من اومدم نوشتم و توی دفترچه خودم فیبوی 61 دیگه طبق اون تئوری که با خودم این نسبتی که براش نوشتم از این لحظه به بعد امواج الیوت رو روی کاغذ اینجوری پیاده میکنم. اول درباره نسبت ها صحبت کنیم، بعد حالا اینکه از فیبوی 3 نقطه‌ای میتونیم کمک بگیریم و تارگت های خودمون رو مشخص کنیم. خب ما در مورد موج دو میگیم میتونه فیبوی 61، حالا گرچه گفتیم بی قانون ترین موجه ولی عموما روی چارت هر چقدر ما بیایم پیاده کنیم میگیم فیبوی 61 رو در نظر بگیریم. در مورد طولانی ترین موج که موج 3 میتونه باشه، طولانی ترین موج که موج 3 میتونه باشه ما فیبوی 161 رو در نظر داشتیم و موج 5 که به قولن اگر یکی از روندهای سالم مارکت رو ما در نظر بگیریم توی بخولن اون ارزی که مد نظر خودمونه، اگر روند سالم باشه یعنی روند قوی باشه چیز دیگری، روند ضعیف باشه چیز دیگری. روند قوی و سالم بخواد باشه ما میتونیم موج 5 را تا فیبوی 127 و حتی 161 در نظر بگیریم. این برای یک روند پرقدرت صعودیه که اینو من در عرض تون زیر نظر داشتم و فیبو را اونجا بازم در موردش بیشتر صحبت میکنیم. خب نسبت های ما، اول موج دوی گفتیم یکی از بیقانون ترین موج هاست ولی ما فیبوی 61 و حتی 87 رو در نظر میگیریم براش، ولی فیبوی 61 از نظر آرمان میتونه فیبوی 61 یکی از نسبت هایی باشه که برای موج دو در نظر بگیریم و موج 3 که بعضی مواقع میتونه فراتر از 161 حرکت داشته باشه. ما نمیتونیم کف رو در نظر بگیریم، نمیتونه سقف رو بخولن شکار کنیم. پس ما میایم این نسبت موج 3 را موج 3 تا فیبوی 161 میتونیم زیر نظر داشته باشیم و موج 5 اگر یک موج پرقدرت باشه، چرا که آرمان همون کسیه که بیشتر در مورد موج 5 ناقص صحبت میکنه، ولی موج 5 توی عرض تون تا فیبوی مثلا 127 و 161 هم میتونه حرکت داشته باشه. اگر موج 5 ناقص باشه ما میتونیم تا فیبوی 61 حرکت داشته باشیم. خب حالا چه کاری میتونیم انجام بدیم که موجها را بقولن بتونیم اندازه بگیریم؟ یعنی من آقا موج 2 وارد شدم، چجوری من اندازه بگیرم که موج 3 من کجا میتونه باشه؟ خب میام از فیبوی 3 نقطه‌ای بقولن از این ابزار دوست داشتنی استفاده میکنم و ابتدای موج 1 و انتهای موج 1 و انتهای موج 1 نقطه سوم کف موج 2 را در نظر میگیریم. تشخیص میدیم که آقا فیبوی 161 کجا میتونه باشه. میایم اینجا
تارجت من کجاست؟ توی یک روند سالم که بخوام برای خودم تعریف کنم، موج 3 میتونه تا فیبوی 161 حرکت داشته باشه. یعنی من میام توی دفترچه ژورنال خودم مینویسم که همچنین اتفاقی برای موج 3 میتونه باشه. حالا اگر بیشترم عبور کرده دیگه اون به من ربطی نداره، چرا که من طبق قوانین خودم در مارکت میخوام دووم بیارم، طبق قوانین خودم میخوام حرکت هایی بخورن توی مارکت بزنم. حالا موج 4 یکی از موج هایی که میتونه خسته کننده باشه، میتونه فرسایشی باشه، میتونه به صورت زیگزاگ باشه، میتونه به صورت مثلث باشه. موج 4 حالا چه نسبتی برای موج 4 میخوایم در نظر بگیریم؟ اگر بخوایم در مورد موج 4 همون روند قوی در نظر بگیریم، میتونیم فیبوی 38 رو در نظر بگیریم برای موج 4. تا حالا موج 2 شد فیبوی 61، موج 3 شد فیبوی 161، موج 4 شده فیبوی 38 و موج 5 ما فیبوی 127. یکی حالا در نظر میتونه بگیره اگر روند پرقدرت باشه حتی میتونه تا 161 حرکت داشته باشه. اینجاها ما به دنبال گره معاملاتی میگردیم که آیا این فیبوی حرکت 5 ما اگر روند پرقدرت باشه، ما دنبال بقولن یک گره معاملاتی تو فیبوی 168 161 میگردیم و 127. ولی اصولا چون من بیشتر در مورد موج 5 ناقص صحبت میکنم، همین باعث میشه که موج 5 ناقص اگر بخواد توی مارکت بیفته، ما میتونیم تا فیبوی 87 یا 61 حرکت داشته باشیم. خب الان در حال حاضر چه چیزی رو صحبت کردیم در موردش؟ در مورد نسبت امواج و اینکه نسبت هایی که ما روی دفترچه ژورنال خودمون می نویسیم روی قوانین امواج الیوت پیاده کنیم. خب موج 5 خودمون رو چجوری به دست میاریم؟ اینو پاک میکنم، دوباره فیبوی ریترسمنت و 3 نقطه‌ای رو ببخشید میارم اینجا. خب نقطه اول، نقطه دوم و کف موج 4 میشه چی؟ کف موج 4 من میشه، کف موج 4 من باعث میشه که من تشخیص بدم موج 5 من تا کجا میتونه حرکت داشته باشه. خب اگر بخواد تا فیبوی 127 حرکت داشته باشه تا این حد، یعنی تارجت من میشه به قول فیبوی 127. تشخیصش چجوری میتونه باشه؟ ببینید فیبوی 3 نقطه‌ای یه بار اینجا من پاک میکنم، دوباره میارم که بیشتر دستتون بیاد. وقتی چارت رو باش بازی کنید بیشتر میتونید یاد بگیرید. خب کف موج 1 و انتهای موج 1 نقطه دوم و کف موج 4 ما که به دست اومده، میتونیم سقف به قول موج 5 ما که فیبوی 127 برای خودم توی دفترچه ژورنال خودم نوشتم که تا فیبوی 127 میتونه حرکت داشته باشه. مثلا این عرض یا همون مثلا یا عرضی که مثلا روند پرقدرت داشته باشه میتونه تا 161 حرکت داشته باشه. اگر بخوایم ببینید، اگر بخوایم بخولن مثلا تارجت اول با تارجت پنجم در یک قیاس باشه، ما میایم فیبوی 127 رو در نظر بگیریم و بخوایم طولانی ترین موج رو در نظر بگیریم، میایم میگیم فیبوی 168. پس موج 5 ما بیشترین مثلا حرکت های سالمی که بخواد یک حرکت سالم اینجوری اتفاق یک روند پرقدرت ممکنه موج 5 ما را تا فیبوی 161 هم حرکت بده. یک روند ضعیف میتونه تارجت هایی که برای من در نظر روند پرقدرت یک تارجت رو در نظر میگیره، روند ضعیف و یک نه. اگر بخوایم الیوت رو بیشتر در نظر بگیریم، بیایم بگیم روند ما پرقدرت، موج 5 ما میتونه تا فیبوی 161 هم حرکت داشته باشه. هدف من اینه که شما تشخیص این چجوری بخواید این امواج رو به دست بیارید. خب اگر بخوایم این امواج رو چجوری به دست بیاریم، با توجه به فیبوی ریترسمنت 3 نقطه‌ای من میتونم وارد مارکت بشم و از این ابزار دوست داشتنی تارگت هایی که میتونه توی مارکت من بهشون برسم و با خودم به دست میارم. خب روند قوی، روند سالم چجوری شد؟ روند سالم ما میتونه موج 2 را با خودم فیبوی 61، موج 3 فیبوی 161،
موج 4 تا فیبوی 38 و موج 5 را تا فیبوی 127 و اگر روند به شدت پرقدرت باشه موج 5 تا 161 هم میتونه در نظر بگیریم. حالا اگر موج 5 ناقصی که عموما من در مورد صحبت میکنم بخواد توی مارچت اتفاق بیفته چه چیزی باعث میشه؟ همون فیبوی بخورم میاد تا اینجا دیگه. موج 5 ناقص من میتونه بیاد تا اینجا تا 100%. حالا ولی تا فیبوی 78 موج 5 ناقص عموما میتونه تا اینجا بره. روند من ضعیفه، پس موج 5 ناقص من در حال حاضر موج 3 رو بهش دست نمیزنم. اگر روند هم بخواد ضعیف باشه موج 3 من همیشه این نسبت رو براش حفظ میکنم. میتونه بیشتر هم باشه ولی فیبوی 161 رو میتونم رعایت کنم و موج 5 ناقص من اگر روند بخواد اینجا تموم بشه تا فیبوی 78 من میتونم اینجا خروج بزنم. پس روند پرقدرت باشه موج 5 میتونه تا فیبوی 127 و حتی 161 حرکت داشته باشه. این که الان در این 5 موج در موردش صحبت کردیم و نسبت هاشو من توی مارکت میخوام با کلا امواج الیوت کار کنم. تحت هر شرایطی این نسبت ها رو باید یک به یک توی دفترچه ژورنال خودم بنویسم و روی چارت خودم پیاده کنم کجاها ورود کنم و کجاها خروج کنم. تارگت هایی که باید به دست بیارم و چجوری به دست بیارم با توجه به ابزار بقولن دوست داشتنی که من در مورد صحبت میکنم. فیبوی 3 نقطه‌ای میتونید این تارگت ها را به دست بیارید. حالا ما یک امواج اصلاحی داریم. 3 تا موج اصلاحی داریم. ببینید امواج اصلاحی ممکنه چجوری باشه؟ ممکنه به صورت زیگزاگ باشه، ممکنه به صورت فلت باشه، ممکنه به صورت مثلث باشه. امواج اصلاحی زیگزاگ که توی موج 4 تایم دیلی بیت کوین ما در مورد صحبت کردیم در جلسه قبل، دیگه اینو در مورد صحبت نمی‌کنیم. اما فلت ممکنه به صورت منظم باشه، به صورت غیر منظم باشه. به صورت منظم باشه چجوری میتونه باشه؟ وقتی میگیم حرف از منظم همون تریدینگ رنجی که ما خودمون کف و سقف های به صورت کاملا یکسان اتفاق میفته و اینو میتونیم در موردش بگیم ما تحت هر شرایطی این یک بخلا امواج اصلاحیه که به صورت یعنی الگویی بخلا زمان داره اینجا، وقفه زمانی داره اینجا میشه. این خودش یک نوع الگوی اصلاحیه که توی مارکت داره اتفاق میفته. خب بعضی مواقع هم به صورت این منظمش، یعنی آقا فلت ها این به صورت منظمشه و به صورت غیر منظم میتونه اینجوری باشه. مثلا منظم میتونه A مساوی B باشه مساوی با C باشه، یعنی یک الگوی خیلی شکیل میساز کف سقف کاملا معین که بهش میگیم منظم و همین باعث میشه که من بیشتر تشخیص بدم که این به صورت منظم این فلت میتونه مستقیم ولی اگر به صورت غیر منظم باشه این اتفاق میتونه براش بیفته. یعنی موج A حتی مثل موج 2 میتونه تا 80% اصلاح داشته باشه. بعضی مواقع توی مارکت اتفاق میفته که حتی موج بی ما میتونه بخلن تا فیبوی 127 اصلاح داشته باشه. یعنی اگر این اتفاق بیفته یا همون موج 3 که اینجا موج اصلاحی به صورت غیر منظم داره توی مارکت اتفاق میفته میتونه تا فیبوی 161 اصلاح داشته باشه. و آخرین الگویی که میخوایم در موردش صحبت کنیم در مورد امواج الیوت، زیاد الگوها وجود داره اما در مورد این منظم کف و سقف های کاملا مشخص شده و این غیر منظم که گفتیم این بی ما ای ما که دیگه مشخص میشه. بی ما میتونه تا فیبوی بخلا 87 اصلاح داشته باشه و حتی بعضی مواقع این موج بی ما میتونه تا فیبوی 127 اصلاح داشته باشه. قوانینی که توی این موجا داره رعایت میشه نسبت ها بعضی مواقع اینجا هم شکل داده میشه و موج سی ما تا کجا میتونه باشه؟ موج سی ما میتونه تا فیبوی 161 حرکت داشته باشه. یه لحظه عرض تون را حالا در مورد صحبت کنیم. ببینید عرض تون، ببینید حالا برم تو تایم دیلی
چه اتفاقی برای ارزتون افتاد؟ ببینید توی یک روند خیلی 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 زیبا، ببینید امواج الیوت زیباییش اینجا داره مشخص میشه، خیلی خیلی خوشگل. خب من چه کار کردم؟ من میگم آقا یه 5 موجی برای این حرکتی که داشته رسم میکنم. موج 1، موج 2 خیلی خوشگل، موج 3، موج 4 و موج 5. همه این حرفایی که ما در این 5 مود در موردش صحبت کردیم دقیقاً توی عرض تون اتفاق افتاده و موجهاش به صورت کاملا سالم. ببینید در گین اول سعودی تقریبا چیزی حدود 45%، در گین دوم سعودی موج 3 ما چیزی حدود 54% و در گین سوم سعودی ما که موج 5 میشه تقریبا چیزی حدود 60% حرکت داشت. یعنی یک 5 موجی اینجا حرکت، یعنی تا فیبوی تقریبا 161 هم حرکت داشته توی ماچ. خیلی روند یعنی سالمی اینجا. الانی که الان من این ویدیو رو میگیرم اگر بخوایم در مورد امواج اصلاحیش هم صحبت کنیم میتونیم خیلی خیلی با کلا نکته های قشنگی تو این عرض ببینید، چرا که امواج الیوت رو دقیقاً اینجا رعایت کرده و هر کسی که الیوت کار باشه میتونه خیلی راحت از ارزتون جین سعودیش رو به دست بیاره. خب حالا که در موردش بیشتر صحبت کردیم و گفتیم بریم تو تایم 15 دقیقه، آخرین حرفی که ما داشتیم در مورد چی بوده؟ در مورد امواج مثلث. ببین امواج اصلاحی به صورت مثلث. 15 دقیقه دیگه چرا نمیاد؟ اینه. این امواج مثلث آخر ویدیو، یکم صدام گرفته شده ببخشید. امواج مثلث میتونه به صورت 5 شونده باشه، یعنی از ابتدا. ببینید از ابتدایی که موجهای A و B و C ما حرکت داشته باشه میتونه به این صورت به صورت 5 شونده، یعنی میتونه اول به صورت کوچک شروع بشه اینجوری برعکس و در انتهای همچنین اتفاقی بیفته. میتونه از اینجا حرکتاش به صورت شارپ باشه و هرچه به پایین تر داریم نزدیک میشه این موج اصلاحی ما به صورت کاملا کوچک، یعنی همون الگوی مثلث اینجا داره رعایت میشه ولی به صورت زیگزاگ. ولی هر چقدر به انتها داریم میرسیم همون ضعف روند و اینجا مثلا ممکن توی موج 4 یا حتی موج 2 اتفاق بیفته، این به صورت مثلث میتونه اتفاق بیفته و به صورت یک زیگزاگ کاملا 5 شونده یا همون بلنگو یا چیزهای دیگه نسبتهای دیگه ای که بهش میدن میتونه اتفاق بیفته. امیدوارم ببینید هدف من از تحلیل حالا این ویدیویی که گرفته شده این که شما چجوری بتونید نسبت امواج رو روی چارت خودتون پیاده کنید. الیوت میتونه کمک کننده شما باشه، میتونه آینده بازار را از گذشته بازار و آینده بازار خیلی میتونی درس بگیری، الیوت رو خوب یاد بگیری و من سعی میکنم بازم اگر نکاتی باشه در مورد امواج الیوت در ویدیوهای بعدی در موردش صحبت کنیم. لایک و کامنت یادتون نره، حمایت یادتون نره، اگر کمی کاستی باشه به بزرگواری خودتون ببخشید. موفق و پیروز باشید.